هنوز عادی نشده و مسلما اتفاقی به نظرم باید بیفته، چون همه منتظرن و همه در واقع عزادارن، همه کار آشناسورا دارن کسانی که کشته شده باشه و هنوز تظاهرگرا در خیابانا زیاد است. نه، ضد شورش همشون با کلاشینکوف و مسلح تفنگای جنگی تو خیابونن، مغازه ها کار میکنن ولی بعد از ظهر ساعت 2-3 به بعد میبندن که خطر نداشته باشه. ولی حاضر دیگه کنترل شده دیگه، شهر آرام شده. نه خدا رو شکر، ولی کسانی میشناسیم که بستگانشون، بسیار کسانی میشناسیم که بستگانشون هم گرفتن هم کشته شدن. ما ندیدیم نه که وضعیت هم فقط ابانی سبدیم فهمیدیم فقط. چی میگفتن دکترها خیش تبارو که چی گفتن؟ خیلی میگفتن که مثال چی است بین خودی مردم. اینترنت کار میکنه؟ وابشه یک هفته وابشه شما اینترنت. اینجا دوشنبه چه گپ میزنید؟ زنگ زدن نشد یکم خیر. خیش تبارو اینا. یکم خیر. خودی دکترها چی میگفتن درباره وضعیت در بیرون؟ خیلی میگفتن خوب میشد و معلوم نبود. درباره وضعیت یکم کسی یکم چه چی خبر گفت؟ هست که آدم بسیار کشتگی زدگی نمیشه؟ اکی این چیز شدیدگی نیستیم. ما مدافعی سبد. چرا که همه چی درست بشه. آرومه، اوضاع آرومه فعلا. شما امی فعلا هم بله. اینترنت فعلا قطع. انشالله قول دادن چند روز آینده وصل بشه. در رسانه ها اینا درباره تعداد زیادی کشته شده ها گپ میزنه. چیزا رو شما دیدین با چشم خود؟ چی گپ هست؟ من به شخصه نه، خودم چیزی ندیدم ولی خب اعلام میکنن مثل اینکه کشته هم داشتیم. بله متاسفانه. میشه با روزایی که شما آمدین چطور است اوضاع داخل تهران چطوره؟ در حال حاضر اوضاع آرومه، تحت کنترل نیروهای امنیتیه. این تظاهرگرا و خیابانا هستن نیست؟ نه نیستن، چند روزی که بودن بعد جمع شدن. شما اینجا با مصروفیت آمدین یا کی از اوضاع فرار کردین؟ نه ما برای انجام یک کاری مأموریتی اومدیم، برای کار شخصی. رفته‌های هواپیما و چیزا طبق معمول است یا کی کدامش؟ دیشب مثل که یه سری پروازها به اصطلاح لغو شده بود ولی خب خودش خوشبختانه صبح پروازها برقرار شد. بعد این که مثلا تماس نیست، اینترنت، این چیزا نیست با خارج، با به اصطلاح پیوندها و نزدیکا تماس نیست، این نگرانی ها وجود داره؟ بله وجود داره متاسفانه. بله просто интернета киштан ҳами кор кардан ки ромингомон кор мекард. о фақат смс қати дига тамом. не ами кишта будагимон 100 кас будем я 10 кас будем. не ягон хеле тарси ки бигем не. تظاهرکارا کم شدن. پلیس و اینا زیاد آره. تغییر میکنه خانه به خانه یا چطور است؟ نه اونجوری تغییر نه، فقط خیابونا. آره. میگه که زیاد مؤسسات و مساجدش آتش کشیدن بانک‌ها. آره مسجد آره. من از مازندران اومدم، از شمال تا تهران. تظاهرات بود؟ در حد یک اعتراض بودن.